با سلام و درود خدمت هر یک شما نازنینا، خوش آمدین در یک ویلاگ دیگر با من نسرین مختار. از آن دل امروز میخوایم کمی با شما حرف بزنیم. دیگه خیلی دیر شده بود که برنامه نداشتم. امروز خواستم که یک برنامه داشته باشم با شما نازنینا و ای که یک چیز جدیدی را بر شما از معرفی بکنم و همچنان یک درد دلی داشته باشم و ای که متاسفانه نمیتونم زود با شما نازنینا در ارتباط باشم، ویدیو درست بکنم و بیایم در خدمت شما نازنینا باشم. معذرت میخوایم. خب از این بعد کوشش میکنم از آن دل که هفته یک ویدیو را براتون بگذارم و بیایم با شما نازنینا ویلاگ درست بکنیم، چون که زمستانم که خودتون میفهمین عزیزا تاریک است، شویدن سرد است، هیچ دل آدم نمیشه که برنامه داشته باشی و یا مثلا ویدیو درست بکنی. از این بعد روشن شده و خدا را شکر و حالی من خدا را شکر خوب است. دیگه ارزم به حضورتان و بر شما نازنینا یک کمی معلومات بدم که چی گلا را در وقت آو دادیم چی گلا را از او گرفتیم. خب از دل طبق معمول کار میرم، میایم خانه، مصروف هستم و دیگه مصروف کار و زندگی و روزمرگی و یکی خیلی دلم بر شما نازنینا تنگ شده و امروز هم از دل صد دل یک دل کده آمدم بر شما گفتم که بیایم که یک برنامه داشته باشم و یک چیز جدیدی را یک پست آمده برای ما از دل که میخوایم ای را به شما نازنینا به معرفی بگیرم. از دل شما که میبینین پشت از این یک دستگاه تمیز کردن صورت است از که ما البته چون من یک بار خطام هستم نازنینا گرفتم میره باز کردم که اگر دوستای عزیز این شرکت LR است که من گرفتم از دل. البته یک چیز از براتون بگویم که خوشبختانم من برنده شدم در یک قرعه کشی در تیک تاک که البته برادر ما آقای ابوذر اونجا قرعه کشی برگزار میکنه که در او قرعه کشی برنامه که 600 یورو بود عزیزا. من برنده شدم و من نخواستم که 600 یورو رو بگیرم، ازشان خواستم چون که اونا در شرکت LR کار میکنن، محصولات LR اونا به فروش میرسانن. گفتم که برای من یک دستگاه تمیز کردن صورت برای من بفرست در جای از که مثلا پول بفرستی و خوشبختانه برای من فرستاد که امروز رفتم گرفتم و به مو خاطر آمدم از که به شما معرفی بکنم. این دستگاه را که میبینین نوشتهش اینجا عزیزا و این شامل چی می باشه از دل. چندین دانه سر داره، یکی است برای بدن است، میتونی بدن خود مساج بدی، یکی ای است از سرش و اینجا کتابچهش است باز بدن به شما نشان میتونم. حتی چارجر هم داره از دل، این چارجرش است که میتونی در چارج بزنی، چارج میشه البته. و این دیگه سرش است که با این سرش میتونین عزیزا صورت خود تمیز کنین. امی سرسیاگک و چرکای روی صورت که است ایره میتونین که از این استفاده کنین. البته اینا کسا کلشان نقره است، بسیار خوبش است. این خودی دستگاه است عزیزا که مثلا ایره میتونین در اینجا بزنین، ایره خمی بعد این از اینجا روشن میشه، ایره خمی روشن میشه، بعد میتونین صورت خود تمیز بکنین. دیگه ارزم به حضورتان و اینجا در چارجر شانم این رقمی در چارج میزنید در چارج خب از این جای چارجرش هست که همین قسم میمانی چارج میگیره. دیگه ارزم به حضورتان هی از ایشی دیگه یک سر دیگهش هست از که در برسک در برسک صورت که میزنی صورت خود که مشوری با این جوی از اوسته و این هم که یکی از دیگه سرایشان کی است خیلی خوب است، همین که صورت لیفت میته و تو میکنه. این است از که بسیار خوب است. من امروز بار اول در زندگیم استفاده کردم که خیلی راضی بودم. دیگه ارزم به حضورتون سری دیگه چیکار ما آره از یکی از این برسکام که داره از من اونجا در امام گذاشتم که صورت خشوستم اونجا مانده خیر است عزیزته عزیزم. دیگه ارزم به حضورتون که من اینجا کتلاک نشان میتونم از این قسمی این خودی دستگاه است
اینجا 3-4 تا سر داره، یکیش بر برس است بر شستشو و دیگر شکسته به خاطر که تمیز میکنی صورت سر سیاگکا و چرکاره و دیگه شکسته به خاطر لیفت و مساج صورت است. ایش برای مساج بدن است که میتونید در بدن خودم استفاده کنیم. و یک دانه چی داره از چی میگه دونر، چی میگه تونر میگه، چی میگه فیس است که روی خود وقتی که شستی بدیر میزنیم بعد از او باز سر سیاگکا و چیزا رو تمیز میکنی از اوست. و یکی دیگه شوینده دیگه است که یه مثل کریم واری است متا کف میکنه فیس واشوری موشوری کدازی یه داره. و یک چیز دیگه هم داره برای بدن هم. البته این برای کریم بدن است که از این میزنی با این باز میتونی بدن تانم مساج بیتی، پایایتان دستایتان کلی بدن تانم میتونین با این مساج بیتین. خب ارزم به حضورتون این برای من امروز آمده که من خیلی خوشحال شده بودم از بس هیجانی دیگه رفتم صراط مستقیم باز کردم. یک کتابچه‌ام داره عزیزا. خب عزیزایی که میخواین از این محصولات داشته باشین مثل من ازش استفاده بکنین، چون خودتون از میفهمین که من هیچ وقت آرایشگاه نرم میرم و استفاده نمیکنم از دنگ و پینگ زیاد خوشیم نمیاد. ولی ایره که من چون قبلا دیده بودم در سایت LR برای من معرفی کرده بود برادرم آقا بزرگ، خیلی خوشم اومد. گفتم حتما باید داشته باشم، چون وقتی پا بسین میمانیم دیگه اساسا چریکا شروع میشه و همچنان همی تابستان مخصوصا که میشه آفتاب میگیری سرسیاهی در صورت آدم زیاد میشه. بهتر است که از این داشته باشی. امروز هم من استفاده کردم خیلی خوب بود. و اعضایی که میخواین از این محصولات شما بستل بکنین براتون بخرین، آدرس هم در زیر ویدیو میبینین. اعضا میتونین در آدرس همی برین و از آقای بزرگ برادر ما خریداری بکنین، چون بسیار محصولات خوب داره. نه تنها البته این محصولات داره، محصولات مختلف دیگه همه هم گیاهی است که برای اینجا در کتابچه‌اش از ما براتون نشان میدم، مثل کرمای جوانسازی و عطر و دیگه و غیره هر چیزی که بخواین عزیزا اینجا در این مخصوصا به خاطر زیبایی و صورت و بدن شما میتونین از این استفاده بکنین و از میتونین از سایتشان برین بخرین. در گوگل هم که بزنین امی آدرسی که ما ماندم از روی ویدیو میبینین، شما میتونین برین خریداری بکنین و از محصولات خوبشون مستفید شوین. من که خیلی خوشم اومد، من ولی نفهمیده بودم با این صورت خود یک مساج دادم. بعد رفتم در گوگل سرچ کردم ویدیوش دیدم که این زمانی که از این کریمی که برای بدن است از یک ذره میزنی باز بدن تانه مساج میتین. کسایی که خوب زیاد به خود رسیدگی میکنه خیلی خوب است. و از صورت ای است عزیزا، این خیلی خوب است که من خیلی خوشم آمد. با سرای زیرم کذا استفاده کنی از اینجا میزنین راحت در میاد، با دیگه میتونین استفاده کنین. اینجا که توکمه رو میزنین این قسم دیگه ایره جان میده، مخصوصا کسایی که مثل من چون چروک تازه برشون پیدا میشه، مخصوصا زیرای چشم اینا را قشنگ دیگه میتونین لیفت بیتین. البته توصیه من است که سرمای جوانسازی براتون بخرین، دیگه هیچ نیاز نیست که شما برین در آرایشگاه و این طرف و طرف پولایتون. مثلا اگر در آرایشگاه برین یک بار همین کار بر شما انجام میده عزیزا، در سویدن 1500 کرون حتما شما میگیره. ولی شما اگر یک دستگاهی از داشته باشین مداول عمر میتونین پول 2 بار 3 بار آرایشگاه رفتن تونه یک تازه دستگاه بگیرین، راحت برای همیشه استفاده بکنین. خوب از در ادامه با ما باشین و جایی نرین، ولاک من ادامه داره. و دوستای عزیز چطور پنجابی برای من خوب میگه یا نمیگه؟ چون که البته در پنجابی باید موی خود باز بانی. خب من از موی باز خوشم نمیاد دیگه. چطور میگه بگفته مردم ها را برای میشینه یا نه دیگه. از این محصولات خوب استفاده بکنید. من که بسیار امروز البته خوشحال هستم و تشکر میکنم از آقای بزرگ بابت ارسال از این پکیتی خوب که بر من داشتن. تشکر. در ادامه با ما باشید. عزیزان دل، اگر میخواین که صورت زیبا داشته باشین و یک صورت سالم داشته باشین، زیباییتان را با LR بیوتی تجربه کنید.
تشکر. سلام جان مکن که دیده گریانه دو روز دوره دلکم از غم تو سخت پریشانه دو روز دوره